سلام به پیسی تکیای عزیز، امیدوارم که حالتون عالی باشه. خوش اومدیم به اولین قسمت از آموزش نرم افزار فیلمورا. داخل این قسمت از ویدیو قراره که آموزش نصب و کرک کردن نرم افزار فیلمورا رو بهتون آموزش بدیم. بدون معطلی میریم برای آموزش. در اولین قدم مرورگر خودمون رو باز میکنیم و سرچ میکنیم دانلود نرم افزار فیلمورا. اولین سایتی که باز میشه سایت سافت 98 رو باز میکنیم و اینجا لیستی از ورژن های مختلف نرم افزار رو نشون میده. برای نصب نرم افزار حتما به همراه پچش رو دانلود کنید. ما اینو از قبل چون دانلود کرده داریم روی دسکتاپمون هست. قبل از نصب دسترسی اینترنت سیستم رو قطع میکنیم و شروع میکنیم به نصب. پوشه زیپ رو باز میکنیم و پسوردم کپی میکنیم اول و این پوشه رو اکسترکتش میکنیم. خب اکسترکت شد. یه پوشه به ما تحویل داده. پوشه رو باز میکنیم. در قدم اول فایل ستاپ رو اجرا میکنیم. اوکی، زبانش هم انگلیش باشه و اینجا گزینه یس و نیکست و قوانین شما مطالعه و مسیر رو انتخاب میکنین و نیکست رو میزنید تا این نصب بشه. در ضمن قبل از نصب نرم افزار آنتی ویروس خودتون رو غیر فعال کنید یا ویندوز دیفندرتون رو که وقتی میخوایم پچش کنیم این به عنوان ویروس شناسایی نکنه و پاکش نکنه. تا نرم افزار ما نصب بشه می‌خواستم توضیح درباره نرم افزار فیلمورا بدم. نرم افزار فیلمورا یه نرم افزار ادیت ویدیوه که واقعا برای اون کسایی که اگه سیستماشون قابل نصب نرم افزارهای ادوبی پریمیر رو نداره با فیلمورا میتونن واقعا ادیت های خیلی خوبی بزنن. بس که به خلاقیت خود طرف داره. مثلا یک ویدیو گیمینگ برای گیمرها شما میتونی همونو با پریمیر بزنی و با خلاقیت بیشتر میتونی بیای با فیلمورا هم همون ادیتی که میخوای رو اجرا کنی با خلاقیت. فیلمورا واقعا من نرم افزار خیلی خوبیه چون ویدیوی خودمون با نرم افزار فیلمورا ادیت میزنیم. این نرم افزاری که رابط کاربریش واقعا عالیه، همه چیش مشخصه، بخش موزیک داره، بخش ترانزیشن، بخش افکت که در ادامه ویدیو بهتون نشون میدم. خب نرم افزار ما اینستال شد و منتظر گزینه لانچ. خب یه سایت باز میکنیم که میخواد ما رو داخل گروه خودشون جوین بده، برای ما سایت رو میبندیم و اینجا تیک گزینه جوین د یوزر اینو غیر فعالش کنیم و گزینه لانچ رو بزنیم. الان خاطرتون جمع نباشه که چون نرم افزار داره اجرا میشه همه چی تمام شده. نه، میخوایم بهتون نشون بدیم که قبل پچ نرم افزارم اجرا میکنیم که ببینیم که اون اروری که میده چیه و بعد پچ اون ارور رو دیگه نمیده. خب اینجا ما نیو پروژکت میزنیم. خب و یه فایل رو اوپن میکنیم، میاریم اینجا و موقع اکسپورت به ما میگه که لاگین کنید. خب ضبط در میزنیم، don't save، میایم اینجا تو پوشه که اکسترکتش کردیم اولین گزینه بلاک هاست ران از ادمینستریتورش میکنیم. یه صفحه میبینید که صفحه CMD روی پس زمینه باز شد و سریع بسته شد. خب حالا این
پوشه پچو کپی میکنیم، میایم روی نرم افزار فیلمورا رو راست کلیک میکنیم، پروپرتیز و اوپن فایل لوکیشن رو میزنیم که فایلی که اون مکانی که فایل نصب شده رو به ما نشون بده. توی این پوچه که 12.5.6 اینجا پوشمون رو پیست میکنیم. خب و دوباره وارد پچ میشیم، اینا رو پچ و پسورد رو کپی میکنیم و در این پوشه پیست میکنیم. خب پیست شد. ما در قدم اول پوشه فایل پسورد تکست داکیومنت رو باز میکنیم و این پسورد رو کپی میکنیم و اپلیکیشن پچ رو رام میکنیم. خب پسوردی که ما داخل پوشه تکست داکیومنت به نام پسورد کپی کردیم و در اینجا پیستش میکنیم. خب این صفحه پچ اجرا میشه و ما روی گزینه پچ کلیک میکنیم. اگه دقت کنید این زیر نوشته پچ داون. خب برنامه رو میبندیم و همه اینا رو از یه رفرش و نرم افزار فیلمورا رو باز میکنیم. نرم افزار باز شد، روی گزینه نیو پروژکت میزنیم و یه ویدیو اد میکنیم با همین خوبه و روی اکسپورت کلیک میکنیم. خب میبینین که ارور قبلی به ما نمایش نداد و ما با زدن گزینه اکسپورت میتونیم ویدیو خودمون رو خروجی بگیریم. نرم افزار فیلمورا به همین راحتی کرک شد. امیدوارم که تا اینجای ویدیو لذت برده باشید. منتظر قسمت های بعدی این آموزش باشین. یه خواهش ازتون دارم، قبل از به پایان رسیدن ویدیو لطفاً لایک کنید، سابسکرایب کنید و یه کامنت هم برای ما بذارید. تا قسمت دیگه ای از آموزش نرم افزار فیلمورا شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.